صبح امروز صدها تن از کارمندان شرکت ساختمانی کروکوس گروپ عبارت از زادگان تاجیکستان و ازبکستان با طلب پرداخت معاش در نزد بینای مرکزی آن در نویه کراسنogorsk ولایت مسکو دست به اعتراض زدند. به قول اعتراضگرانی که در ساختمان لیسابرژنی کار میکنند، آنها 4 ماه به این طرف معاش را ندیدند و تنها وعده امروز و فردا میگیرند. سبب دیر پرداخت شدن معاش مجران را کارفرمایان به تأخیر در دریافت مبلغ از فرمایشگر ربط دادند. نظر سران شرکت کروکوس گروپ دسترس نیست. یکی از کارمندان این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت محافظان کروکوس برای پراکنده کردن جمع آمدگان از سلاح تروماتیکی به هوا تیرخوری کردند. مسئولان وعده دادند که هفته آینده معاش کارمندان را پرداخت خواهند کرد، ولی مجران میگویند این وعده را باری چندم است که میشنوند. در اول ماه فوریه نیز گروهی از ساختمانچیان تجمع کرده و خواستند حق کارشان داده شود. این آدما همه اویل کایزه دارن. 3 ماشین به اویل کار کردن، میتینگ کردن که اویل که بتن خوب نتن امر چپا میکنن. به گفته مصاحبان رادیو آزادی، در این شرکت حدود 1000 نفر تاجیکان کار میکنند و از ماه نوامبر سال گذشته حق زحمتشان را نگرفتند. معاش ساختمانچیان شرکت کروکوس به حساب میانه از 50 تا 60 هزار روبل را تشکیل میدهد. مجران تاجیک گفتند همه آنها در شرکت مذکور قانونی فعالیت دارند، اما برای برگردانیدن معاششان به خدمات مهاجرت تاجیکستان مراجعت نکردند. شرکت بزرگ ساختمانی کروکوس به اورز اگالارف سرمایه‌داری نامداری آذری تباری روس مربوط می باشد. در گذشتن شکایت مهاجران عاید سر وقت پرداخت نشدن معاششان از سوی مسئولان این شرکت جای داشت.